تکمیل فرم مشخصات شخصی. در این بخش از مدیریت سایت می توانید تمامی اطلاعات شخصی و فروشگاه خود را مشاهده کنید و ویرایش کنید. برای مشاهده اطلاعات شخصی خود از منوی سایت گزینه مشخصات کلی را باز کرده و گزینه مشخصات شخصی را انتخاب کنید. در این صفحه اطلاعات کاملی از مشخصات خودتان را خواهید دید. برای ویرایش اطلاعات به جز فیلدهای کد ملی، شماره موبایل و تاریخ تولد می توانید فیلدهای مد نظرتان را انتخاب کنید و ویرایش کنید. نکته: برای ویرایش شماره موبایل باید تکی به پشتیبانی سایت مایلستر ارسال کنید تا مراحل قانونی تغییر شماره انجام بگیرد. از قسمت مدارک که کارت ملی و شناسایی می باشد باید به وضعیت تصاویر ارسال شده توجه داشته باشید. در صورتی که قبلا مدارک را ارسال کرده اید در حالت تایید شده یا تایید نشده در انتظار تایید قرار دارد. اگر روی تصاویر حالت تایید شده به رنگ سبز است، امکان ارسال مجدد تصویر و آپلود وجود ندارد و در صورتی که یکی از حالتهای دیگر باشد می توانید مجددا تصویر را آپلود کنید. در ارسال تصویر توضیح داده شده به کیفیت تصویر توجه داشته باشید که کیفیت بالایی داشته باشند. تکمیل فرم اطلاعات فروشگاه. در این آموزش قصد داریم نحوه تکمیل فرم اطلاعات فروشگاه را به شما آموزش دهیم. این فرم شامل اطلاعاتی مانند نام فروشگاه، نام مدیر، آدرس و مشخصات فروشگاه است که برای تکمیل پروفایل فروشگاه هدف این آموزش ساده سازی مراحل برای کاربران است تا بتوانند به راحتی فرم را پر کرده و فروشگاه خود را ثبت کنند. نام فروشگاه. در این بخش باید نام فروشگاه خود را وارد کنید. این نام باید معرف محصولات یا خدماتی باشد که ارائه می دهید و کاربران بتوانند به راحتی فروشگاه شما را شناسایی کنند. نام مدیر فروشگاه. در این قسمت باید نام مدیر فروشگاه اصلی وارد شود. نام مدیر به عنوان مسئول اصلی فروشگاه ثبت می شود و می تواند در موارد ارتباط با مشتریان یا پشتیبانی مهم باشد. نام فروشگاه به لاتین یا آدرس اینترنتی فروشگاه شما یا هنگام جستجوهای بین المللی مورد استفاده قرار گیرد. تلفن فروشگاه. در این بخش شماره تماس فروشگاه را وارد کنید. این شماره برای ارتباط مشتریان با فروشگاه شما و پاسخگویی به سوالات یا پیگیری سفارش‌ها ضروری است. استان، شهر. از منوی کشویی استان و شهر خود را انتخاب کنید. این اطلاعات برای مشخص کردن محل فیزیکی فروشگاه و امکان ارسال سفارش‌ها بسیار اهمیت دارد. آدرس دقیق. در این قسمت باید آدرس کامل فروشگاه را با جزئیات وارد کنید. آدرس باید دقیق باشد تا مشتریان یا ماموران تحویل بتوانند به راحتی فروشگاه یا محل شما را پیدا کنند. واحد و پلاک. واحد و پلاک دقیق ساختمان فروشگاه خود را وارد کنید تا مشتریان در صورت نیاز بتوانند به صورت حضوری به فروشگاه مراجعه کنند. صنف فروشگاه. صنف یا دسته‌بندی مربوط به نوع فعالیت فروشگاه خود را انتخاب کنید. این دسته‌بندی مشخص می‌کند که شما در چه حوزه‌ای فعالیت می‌کنید، مثلا لوازم الکترونیکی، پوشاک، لوازم خانگی و غیره. درباره فروشگاه. در این قسمت توضیحاتی درباره فروشگاه خود ارائه دهید. این توضیحات می‌تواند شامل تاریخچه فروشگاه، نوع محصولات و یا مزایای رقابتی شما باشد. این بخش بسیار مهم است و مشتریان با مطالعه آن می‌توانند بیشتر با فروشگاه شما آشنا شوند. لوگو و بنر فروشگاه. لوگو تصویری است که هویت بصری فروشگاه شما را نمایش می‌دهد. اندازه آن باید دقیقاً 250 در 250 پیکسل باشد. بنر تصویری که معمولاً در بالای صفحه اصلی فروشگاه نمایش داده می‌شود. ابعاد بنر باید 220 در 1600 پیکسل باشد. هر دو تصویر باید جذاب و با کیفیت باشند و نماد یا هویت برند شما را به خوبی نمایش بدهند. مجوز فعالیت اختیاری. اگر مجوز خاصی برای فعالیت فروشگاه دارید، می توانید اطلاعات مربوط به آن را در این بخش وارد کنید. این مورد اختیاری است، اما می تواند به اعتبار بیشتر فروشگاه شما کمک کند. این فرم به شما کمک می کند تا فروشگاه خود را به طور کامل و دقیق در سیستم ثبت کنید. تکمیل صحیح اطلاعات باعث می شود که مشتریان بتوانند به راحتی به فروشگاه شما دسترسی پیدا کنند و تجربه خرید بهتری داشته باشند.
پس از تکمیل اطلاعات، فروشگاه شما در کوتاه‌ترین زمان ممکن فعال شده و آماده ارائه خدمات خواهد بود. در صورت عدم دریافت اطلاعات، فروشگاه شما فعلا غیر فعال باقی می‌ماند.